سلام دوستان، اومدیم با قسمت اول ماینکرافت پی ای. ماینکرافت سروایور اومدیم با هم ماینکرافت بازی کنیم. ماینکرافت الان یه چند تا مودم میشه اضافه کنم که بازی رو خفن تر و بهتر تر کنیم. بریم که اضافه کنیم. امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیو. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. اولی اینه دایناسور ادون بای DLMC، آیتمان بلاک، واتر اسپلش، اینم گرافیک. میریم پایین، چی باید اضافه کنیم؟ یه دونه واتر اضافه. چرا اضافه نمیشه؟ یه دقیقه باشه در نظر. خب بریم برای بازی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تو بازی لود شه، من یه دقیقه رو کات کنم. خب زدم کریت بشه بازی، یعنی لود شه بازی. بریم داخل بازی، بریم که ببینیم چه جوریه. خودم تا حالا بازی نکردم موداشو، فقط یه دونه مود اون دایناسوری که الان گذاشتم بازی کردم. خفن واقعا. بقیه‌شو اصلا نمیدونم چی بشه. نگاه کنید چیه؟ کتاب آورد. بغل چیه؟ این کتاب فکر کنم صفحه بعد آموزش میده چیکار کنیم، مثلا دایناسور رو آزمایش کنیم. خیلی مفصل. انشالله قسمت های بعد میفهمیم. باید میتونیم تخمای حیوانات رو بزرگ کنیم. البته خوب نبود با طلا و آزمایشگاهه. این چیه؟ این هم دایناسور رو چیه؟ خب ما بریم بازی کنیم، خونه بسازیم خفن. یه دونه دایناسور بکنیم. چی خواهیم؟ چون بکنیم خونه بسازیم. زیادم بلد نیستم این که توضیحاتی اگه میشه داخل کامنت رو بریم بگیم. اینا رو میسازم فعلا. اولیه خونمون رو بسازیم اینجا. دایناسور اسم ندارم. بچه من چه مرد؟ چی دار؟ گوشت؟ این چیه؟ امبر با اینا چی میشه ساخت؟ با اینا چقدر چیز داره بازی. نگاه خونه رو بسازم. خونه بسازم
کارتر همین بغله پیداش میکنیم، همین بغل. بریم ما رو کشتش. یه بچه دانشو واقعا نمیدونم چیکار کنیم، خیلی سخته. حالا این اولش بچه نداره، این بزرگتر این چه خبره. اونمو سریع بسازم تا شب نشده، حداقل این قسمت خونه ساخته شد. حالا میگم دیگه میزنم در پشتی، حداقل به چوبونه راحت داشته باشه. یه لگی میگیره، اینو درست میکنم قسمت رو. خونه رو بذارید یکیشو بذارم بعد کار کنم بریم برای کنیم. داشتم چوب میکنم از آقای داشتم اومد پیشم نمیدونم چکار کنم. او 6 تا هر حیوانی که میکشی برای میکشی بهت گوشت میده، ستان میده. نمیدونم ورودترش چقدر میدن، فکر کنم بیشتر بدن. لگ نمیذاره که نمیدونم یه مودی هم بزنم داخلش قشنگ جذاب تر بشه. معمولیش هم جذاب ولی اینا هم نمیدونم که تشکیل کنم باید که خونه میکنم. شاید که خونه هم نمیدونم بمونه. برای جایی مثلا دایناسور که علی کرده میدونم پیدا کنیم، این دایناسور رو علی کنیم. من میدونم چیزای مختلفی داره دایناسوری که اهلی کنیم که میذار تا کار کنیم. اینجا گفته ریدستون میخوایم، این نمیتونه. اینجا هم گفته توفنگه یه آمپول میخوای، یه شیشه این چیزایی که میبینید آمبر اسمش خیلی چیزای خوبیه. الان که توی این کتاب دیدم نوشته میتونی بذاری داخل اون باش معجون بسازی، نباش میشه معجون ساخت. گاف هم بسازی سینا میزنی داخلش قسمت. خب امیدوارم از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. از این قسمت هم قسمت اول هم یه جایی دارم میگم که انگار 100 تا ویدیو گذاشتم. امیدوارم از قسمت اول ماینکرافت سروایوول خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یادتون نره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.